باور نکردنی است، ولی از قتل بیرحمانه کرامت الله قربان، یکی از خوشنامترین آوازخوان‌های تاجیک پایان عصر 20 درست 30 سال گذشت. متاسفانه امسال تقریبا یگان کس از این سالگرد نحس یاد نکرد و به مناسبت سالگرد این مصیبت بزرگ که موسیقی و هنر تاجیک 30 سال پیش دچار شدند، مراسمی هم برپا نشد. روانشاد کرامت الله شب 7 اکتبر سال 1992 همراه با دیگر اعضای گروه هنریش در نویه یاوان از جانب جنگجویان فرانت خلقی برابری واسط کشته شد. اگر عمر وفایش میکرد، حالا کرامت الله قربان 60 ساله بود. قتل کرامت الله و اعضای گروه هنری او در تیرماه سال 1992 از جانسوزترین صحیفه های تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان و یک ضربه جبران ناپذیر به قلب فرهنگ موسیقی تاجیک شمرده می شود. حالا روی کرامت الله جوانمرگ را هر دو فرزندش نوزیه و محمد رفیع و دهها پیرو مکتب نوتکرار هنری او ادامه میدهند، ولی جایگاه کرامت الله قربان در صحنه استرادا همچنان خالی است. کرامت الله قربان در سال 1992 وقتی کشته شد همگی 30 سال داشت و در اوج شهرت قرار داشت. بعد چند سال هنرنمایی در گروه استرادا سعودیان که محض با شرافت کرامت الله قربان و اسمت الله خالف در رده اول گروه استرادا سال 80 قرار گرفت، کرامت الله قربان به انسامبل گلشن، انسامبل رقم 1 کشور دعوت شد و بلافاصله به یکی از گلهای اساسی این گلشن هنر تبدیل یافت. حالا هر دو فرزند کرامت الله قربان، محمد رفیع و نوزه کرامت الله، به کمال رسیدند و روی پدر جوانمرگش را پیش گرفتند. محمد رفیع و نوزه امروز از ستاره های مطرح استرادای تاجیک اعتراف می شوند. مخلصان می گویند به خصوص محمد رفیع هم به صورت و هم به سبک خوانندگی خیلی به پدرش مانند است.